خوش آمده به FH بلاگ. ما هستم مسعود یا مسئله جان. ما به خیر سفر داریم. این میره کانادا، ما میرم گریس. میریم که ما دوست قدیمی خانم ببینم. ما انشالله به خیر خوشی میرم که فامیل ببینم. خاطر که 3 روز بعد انشالله عید است. انشالله به خیر خوشی که میرم که عید سفری کنم خود فامیلای عزیز. انشالله به خیر ویدیوهای خوبی لوکس براتون مسعود جان باز جور میکنن یا تشریف میارن انشالله. ما هم اولین بار منه که برادر ولاگ جور میکنم. به خیر خوشی تا که اکسپریانس بگیرم شما کمک تحمل کنید. دیگه جان محترم، همیتی هیچ خواب نشده. صبح 6 بجه میره، ما هم صبح ساعت 9 بجه میرم. اولین باره که ما مثلا همیتی گپ میزنیم. دیگه ببینیم چه کنیم در آینده به شما چی ویدیوهای میخورم. ما خود کانادا میرم، از می استند چیزا ندارم. برای مال شروع کرده، انشالله باز ویدیو لوکس برای شما میگیرم، باز ری میکنم. شما ببینیم خیلی مقبول، خیلی لوکس جور میکنم اینو. شیکاگو اینترنشنال ایرپورت. منتظر تیاره این که بخیر برین رو به طرف گریس. این هم تیاره یونایتد، تیاره آمریکاییه و ایرپورت هم خوب کنسترکشن است. شیکاگو یکی از شلوغ‌ترین ایرپورت های آمریکا و چیزی که خیلی جالبه F-15 های قدیمی به جنگ جهانی دوم استفاده میشد اینجا به نمایش میکشن. این هم یه سرکی هست که یعنی اوبر تاکسی میاد اینجا. شیکاگو کمکی تکونه معلوم میشه. ما منتظر که بخیر حرکت سمت گریس. آمدیم به گریس و این هم هست رفیق جان عزیز. سلام دوستای عزیز، خود لاله مسعود عزیز. آمدیم به خیر گریس، آمدیم در خدمت شما ایزا هستیم. یک هفته اینجا دوباره بریم سمت پارکینگ که بخیر ماشین بگیریم. خود مسعود جان نازنین بریم شهر آتن، بریم پایتخت گریس بریم. بعدا از این طرف بخیر برنامه‌ریزی میکنه که بریم جزیره را یکی یکی بگیریم، فیلم بگیریم. میگم رفیق بگو که چرا ایت خونه که برو دیگه خدمت شما هستم. تابستان دیگه چیه تازه شروع شده. دیگه از قدم شما رو برو تا یکی دو روز پیش خب هوا میتونه تایید بود. دیگه با کمک چی شد شروع شده که تابستان میگم شروع شده. دیگه بعد زودتر شروع میشه. باز به جمع که هست سمت اسکندناویان که هست کشورهای مثل سویدن و دانمارک و نروژ اینا باز سمت چهارم بعد شروع میشه. دیگه بیایم برادرها هر کی که میتونیم بیایم تفریح کنیم، زندگی معیشت کنیم دیگه 2 روزه. دیگه امید از اینکه بخیر وطنک محبت چه که بخیر این ویدیو ساتیری و معیشت ها خودشون باید تناب بکنیم. خیر. خب حال موتور از کجا میگیریم؟ از دیگه خدمت شما هست کنم یک هم داریم. میریم که بخیر موتور بگیریم و همین بودی که فرسه جا بس جان با شما بریم دیگه. انگلیسی ما باید بگیم. خوب میگه گپ بزنیم. دیگه رفت که کلید بیاره. دیگه باید بخیر خود لاله مسعود میشینیم. از اینجا تا مسیر هتل ما تقریبا خود شهر هتل 25 دقیقه فاصله داره. 20 دقیقه نزدیکه. کیکا کانترکت دیگه میگم خیلی بالا برو. باد زیاده دیگه باز خوب میشه دیگه. این طرف هم فرودگاه خانوادگی زیاد نه.
سامان زیاد بخاطر هم کلی فولکس واگن آورده بود برو. دیگه چی آورد دیگه ما بیم دبلیو گفتیم هر چی بیاد از اون قوم از این زمین کنده شد. بگم اینه موتور بیم دبلی موتور از این اشته چطاله. نشی بزیری نی باچتا درست یاد میاد. من یک بگم رفیجان خوب یک آشپز خیلی ماهره. چی پخته میکنی برای ما برام؟ میشه بخیر خودشون اگه خواست قابلی تیار بکنه خودشون نخواست خودشون یک کیلویی جور بکنه. خب جیم جواب داریم بالا مسافرتی چی دست کنم همه چیزی یاد میگیره. ماشین هم گرفته بودیم ماشین بعد نیست ماشین گل ماشین آلمانیه. باشه میت ریکورد هم میکنین که اگر تو پیش ما بمونه. Thank you, sir. Yeah, you're welcome. Thank you. فقط این دوستان برای همیت موتورا داره همیت موتورا خورده هر موتور میبینی خورد. دیگه مسیح جان میشینیم یا بشینیم؟ اول بایی که بازم که بریم بایی که میگذاریم بشینیم شما بشینیم. کلید من خدمت ما درایف کنم. شما درایف کنید. الله اکبر. از باب زیاد خرابه دیگه برا. خیر باشه برو. درست سر خم نکردم. نه دیگه بس بخیر حال میریم یک استراحت میکنیم خود شما. یک استراحت خوبی میکنید. بادم زیاد. چی میکنید؟ بادم زیاده که عمره کاری دور میخوره. بسم الله الرحمن الرحیم بریم بخیر سمت بله. آتن میریم. آتن بخیر. خور رفیجان عزیز کجا آمدی برا؟ خدمت شما عرض کنیم نازنین آمدیم به بلندترین موقعیت آتن قرار داریم. همین کوه دیگه از این بالاتر نه قسم که میبینیم همه خونهایی که آپارتمان و خونه مرکز شهر دیگه. به این طرف که بیشتر گفتم شهر و جزیره و پشت میشه از اون کوه که طرف که بریم جزیره متفاوته. دیگه خیلی در 20 روز بعد که توریستا زیاد بیان این موقعیت مشهورترین موقعیت آتن دیگه. خوب دیگه هم بالا دیگه هم راست. بالاتر که هست یک کلیسای اونا از میگن که تقریبا چندین سال میشه سابقه داره بالا میشه به خود مسیح جان میریم دیگه تا ساسه میریم سمت از میریم از پایین نمیتونیم مجبور درایف کرده برین دیگه خیلی دور جا همه دوستا برادرها واقعا خیلیه باشه که من هم کمربند نخورم نزدیک جگر دیگه بس موقعیت خودشون میریم بیایم برادر رو تفریح کنیم معیشت کنیم دیگه اون طرف که هست مسیح جان اون بالایه که پیشتر گفتم که کلیسایی هست که چندین سال قدمت تاریخی داره گفته خود از مردم خب اینجا دفعه اول تو نمودی دفعه دوم؟ من اینجا گفت دفعه دوم برار میام البته او دفعه خودی با قطار و اینا اومدیم یک ذره با اتوبوس اینا اومدیم از زیاد شدیم پیاده روی زیاد داشتن دیگه با این دفعه خوشبختانه خودی لالا مسجد به ماشین اومده که بی‌ترتر و راحت‌تر دیگه باز صبح پیاده روی اینا آدم از زیاد نمیشه چی احساس داری مسیح جان از اینکه به اروپا تشریف آوردی؟ خب جای لوکسه خب جای برابره ضعیفی کمی خنکه خنک هست دیگه از قدیما نمیگفتن که مشم کسایی که شانسیه دیگه شاید باشه و خیر باشه به هر حال ما شما خود دوستا ایزا تفریح میکنین که احساس سردی نکنین
کلیسایی که نگاه مردم میرن برای تفریح بس بیشتر آثار تاریخی از این مردم دیگه مردم حساب چیز دارم که بگیم مردم بیشتر کاتولیک هستن به حساب مسیحا هستن بیشتر کلیسا و جای تاریخی اینا زیاد دارن آدم بیاید دیگه خود دلبر خوب بیاید اینجا بشینه گلا چای هم دم کنی وقتی گلا چای هم تو چای هم بیاری اینجا خود دلبر بشینه اختلاف کنید البته بشه صندلی روی طرف باشه خب او سم دریای دیگه او سمت عملی های دریای دیگه این جیگا داونتاون اینو دیگه یعنی به عکس او بالا خیلی رانیه خوبه جیگه من خودش ورزش ما این کم بدیم ایت کجا میره برو خب بالا بری خوب که هوا کمه نورمال سرده هوا نورمال ده نورمال یعنی به اصطلاح معلوم میشه که تابستان در راه گلوگی هم بیری شده خب گوش نشدی روی؟ جان خودش ما این بریم پایین میریم میگم گوش نشدی؟ گوش نه؟ ها نه دیگه خودش ما پیشتر لالا شیشه تخم مرغ زدیم حضور از خدا با کمک جمعی است با خدا فلان بچه سری اوکی خب پلان امروز خلاص نه میره خودش ما بریم منظر پایین آگه وقت باشه میتونه تصویر پایین با دوستا اوکی البته شروع اول ما دوستا عزیز با خودش ما بخیر چی میگم بیرو کرده رفی جان جان مسیر عزیز چی کار میکنی؟ چی حال احوال؟ بخیر پلان کردیم که انشالله خدای عزیز دل بریم بخیر سمت مالی بریم با این کشتی قرار بریم اومدیم بندر اومدیم بخیر خوشی ساعت 9 وقت اروپا بخیر حرکت میکنیم 400 راه ساعت یک شب بخیر میرسیم این طرف دیگه وسیله هم که میبینیم این طرف هم وسیله را مثل گرفتیم و قضایی اینا قرار بریم یک جزیره بریم خود موتر میره؟ خود موتر میره ولی موتر که هست میره به خود کشتی میره دیگه باز بر نفر اتاق داده میشه بر مثلا 2 نفر که ما شما هستیم برای ما اتاق میدن بعد ماشین هم پایین پارکه دیگه یک تکیتایی که گرفتیم بخیر خوشی رفت و برگشت چند ساعت راه؟ جان چند ساعت راه؟ 4 ساعت از راه 4 ساعت تو اینجا راهه دیگه خب یعنی می کشتی مونه دیگه همین کشتی جان این بندر بزرگ آتنه شهر یونان دیگه کشتی های متفاوته دیگه ما انتخاب کردیم خیلی دوستا خیلی تعریف میکردن که سیاریش هم خوبه البته بقیه 6 ساعت 7 ساعت طول میکشه دیگه باز ما گفتیم باشه کمتر بشه که راحت‌تر بشه دیگه این قسمت هم که میبینیم خدمت شما هست که فکر جنگ جهانی دوم اینا باشه اونایی که جامعه ایزا خالی دیگه بیایم گفتم
ذره بیروشیم تفریح کنیم دیگه نشاط کنیم گفته برادر که دیگه الان 90 ما میریم داخل بخیر دیگه بریم سکیوریتی رو استاده چک میکنن تیکت ها چک میکنن دیگه الان تیکت ما اومده بخیر دیگه شو هم دیگه برای بخیر قربان بیام دیگه کشتی خوبی از کشتی که چراغونی داخل خیلی خوش بگذره البته 4 ساعت هم زیاد تایم زیاد نیست با که آدم در حساب مسافرت اینو بیایه خیلی خوش میگذره 4 ساعت انگار که 4 دقیقه بیت کشتی ها کلونه که آدم زیاد میرن خیلی خوش میگذره دیگه باز اونایی که 10-15 ساعت میرن دیگه با برای از این یکم شاید سخت‌تر باشه که کار دین باشه همینطور که من از آدم ها پرسیدم نفر آمد تکت بخیر بری آمدیم تکت از ما میگیره چک کرد هم از موتر هم از خودمون 2 نفر دوستمون آیدیم Haydi. تفردن کردیم ما چک میکنه پاسپورت ها برای که دو گمیلو پاسپورت بعدی منم بخیر پاسپورت چک میکنه دیگه یا کنترل و چک و اینا خیلی زیاده به همه چی باید با هم دیگه بخوره Thank you. یک پاسپورت یک نفر ما چک کرد نفر دوم همه چک میکنه بساب امنیت هم خود ما امنیت بقیه Thank you. کامل بخشیدیم اجازه The last بگرفتیم one? Alright. Thank you. اجازه بگرفتیم بخیر میریم داخل میریم برفتیم من بخیر میریم بالا بخیر دیگه مزده بده دیگه سوالیم اولی دیگه 301 ذره زیاد هست دیگه زیاد نشد دوستان برستیدیم بخیر داخل پارکینگ ماشین فلان کمه دیگه خیلی چک میکنن خیلی چکاک میکنن کنترل میکنن دیگه جیگران ما لالا مسیجا اومدیم دیگه همین تو میشه تا که دیگه خیره دیگه پوم میکنه که درد میکنه باز پایه اما خدا رسیدی دکتر گفته بکن عمل بکن میرم بدون حساب چی جواب با شرط ده بود که بو کوبالا بشو. بابا اسپرا رفتم گفتم لالا نیو دیگه پیش میاد دیگه پیش دارم گفتم ساعت ما تیر شد دیگه حادثه پیش میاد دیگه دست خود آدم نیه Yeah. گفته خیریو یک زمان مثال دارم میگم از این بدترش هم هست یعنی حادثه دیگه ما بس خدا رو شکر نشکست خب لالا مسیجان چی احساس داری شما از اینکه برار احساس گشنه‌ام خیلی زیاد گشنه ما اونجا نون آردر دادیم منتظریم تا که نون بیای گفته یک ویدیو هم بگیریم که ساعت ما کشه آه خدای خوب برگرها دارم اینجا گفت برگرها یونانی خوب مزه میده گوشت گوسفند یا گوشت مرغ اینا میگیرم یک گوشت گوسفند آردر دادیم یک گوشت مرغ مرغ از اینه گوسفند از من بزنه شما گوسفند زیاد خودتون لالا به اصطلاح با چیز هم میکنم اینا که سس تند هم میزنه سالات از این خیلی سالات مشهوری دارم خود پنیر و خود خیال و گوجه و میگم گدویدی دیگه برادر تیار میکنن خیلی چیز زیتون تولید خود از مردم های زیتون هم دارم میگذارم با حال میگذارم بخوری اما من میگم دانم به او گیش کده ای ما میتونم خدا دیگه میوه اینو خیلی خوشمزه خدمت شما عرض کنیم همه چیز از این مردم خوشمزه اینو بخاطر که به ترکیه هم نزدیک همین من بندر که ما هستیم 9 دقیقه تا ترکیه فاصله مونه تا خود استانبول خب لب مرز ترکیه سر مرز اون طرف فکر کنم ترکیه باشه اما از کو طرف اما 9 دقیقه به جی پی اس میگن 9 دقیقه دیگه از من خود مطار مانم میگه پارکه بریم رستوران ده رستوران برگر هم بردارم برگر بگیریم و بریم به جایی که ما قرار داریم که بریم مانی تیجی سفر ما مسی جان چیز نامونده برو دیگه بخیر سوانه پس خلاص پس بخیر خلاص بشه باز میریم بخیر باز یک 20 روز یک ما بعد بخیر خوشی باز دوباره بخیر اسپانیا این دفعه ان شاء الله مانی تو وقتا خوب گرم میشه دیگه برنامه‌ریزی کرده برو فلان خو مجرده برنامه‌ریزی کرده خود رجل الله فلان خو مجرده معیشت کنه پس که خانوادگی شد زندگی شد به اون موقع دیگه باید
شرایط ها امکانات نمیشنی باز میگن خود دلبر بیایی که خود میشه هست میکنی خدمت میم لولان سمت آب که گفتین قراره بیایی دیگه خب تک منظری زیبایی هم داره دیگه از کوه هم میتونیم پاییست سرکان اینجا هم خومه تشریف داره اما خب صافه دیگه اون طرف هم فکر کنم چند نفر آمدن آخر پیاده روی هم داره پیاده روی هم داره جانو پاشمون درد هم میکنه هم درد میکنه باز شکر متر هست فکر کنم به این بعضی از خیلی جا هستن که با موای سر دارم بازی میکنن دیگه نمیتونه اومدیم بخیر به می لوکیشنه که به شما گفتیم که تقریبا کم قسمت ها به بسته سفیده خوشنی پارکینگ اینجا پارک کنیم میمیجا برو آره وصولم پرتو دادن دیگه میتونه گفتی باشه میتونه آستا میرن دیگه احتیاط میکنه بشکه و همیشه خودم والا بهترین درینک آنه سکنشتم هو سفیده داره اینجی با هوای گرمی خوب ساعتریه با ما بعد میایم دیگه گربه میگه بگو نکو کشنه چی دارم برات میگه در گربه خودمانه اینا برات آره ذکر برات مور خوب بادی هم هست باد گرمی مگه البته برادرها گفتم شوخی بود سوژه نشه اینم گربه مهربان باشه خوب واسه خلال نوردم اینجا اگر ساتیر میکشید رفیق جان ما برای شما یک خوندن لوکسی بکنه خوب مگم خوب آواز داره باز قربان شما گوش کنین سگانین که چی رقم آواز داره خواننده خونیم میت باز میت یک زمزمه میخونی دوستای عزیز ما که خواننده نیم دیگه میت باز اجی برادر گفتن یک زمزمه بکنه خب ما اگه شعر کج بود بالا بود اشتباه گفتم به دل خونه گیرن واسه میشتیه صدای در گلویم خانه کرده که دنیای من ویرانه کرده دلم تنگ است راهی این دل آنانه بردم خدای خدایم او خدایم او خدایم به گوشت میرسد آیا صدایت آیا صدایت ماشاءالله 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 نریم دیگه میت عشقی دیگه شعر هم فکر کنم خراب بکردم خب خیر باشه خوب اینجا بیامده که ما و تو بازی کنیم دیگه بخیر دیگه جوانا دیگه بالا ساعت از خودم پیشنهادی که سفر شروع کنیم و بسیط نگاه کنیم هم اینترنت اینو نگاه کنیم هم موبایل و هم دیگه سوچه نگاه کنیم صاف شام برای ما بده یکی ایران بود یکی اسپانیا بود خب کجا بشینیم نونه بخوریم برو نه بابا بریم چی گفتیم؟ بریم میتونی از اینجا تاشی دیگه هم میخوانم که که مثل چیز دیگه میخوانم از غمت نازنی یا عزم سفر میکنم یا قبله خود بعد از این سوی دیگر میکنم میروم و میبرم داغ جفایت بخیر میروم و میبرم داغ جفایت بخیر اجرام سال تو را خاک سر میکنم اجرام سال تو را خاک به سر میکنم از غمت ای نازنین عزم سفر میکنم قبله خود بعد از این سوی دیگر میکنم خدا نجات من بده از این میشه دارم هم لنگه بیا برو گفتم
بیا خوبه که نمکیه می پادم چیز بشه. بیا نمیریم لبه بشینیم. باشه ببینم که با تو صحیح نشکسته. خدایی خیلی راحت میکنم. باز گفتم دیگه به خاطر ایزا میرم این ساعتی نتیر شده که بگم نگم چای رات گپ میزنم حمل نمیکنم. با گفته مردم علفو درنگ نمیکنه. چی شوخی خدایی زوری چیز نداره باید بکن بگه بخندم. مسافرات جور دارن نکنه گفته دیگه جورم بیست. اندی تا شیرم خودمون. البته جوجا شیر. منتظر غذا هم من اونجا غذا داره که برای رانون بده بیچاره گشنه. با عکس از این جگار از طریق گوگل ما میندازم سعی کنیم که چی یک جای صحیح معلوم نمیشه اگه درون نمیداشتیم صحیح معلوم میشه. خوبه و شیرین پاک سفیده. اون میریم میجوگا میخوریم. میریم معلوماتی که بیشتر برای شما وجود یک قسمت کوه نمک بوده کوه سفید کوه طرفای این دیگه نمک همی تکرار ما کنیم نمک اینا یک جای بریم که جلو بود گرفته شه که صحیح گپ بزنیم. چی گفتین لولا نام داده یک دفکایی بنازی دیگه نرم نگولش که بزار باشه روز دیگه بخیر خدا بو آدم رایت قرآن پشت و پناهت زیارت سخی جان کنم ز غم نگاهت کنم ز غم نگاهت یار جان تو را مایم چی میگی چرا بر قوم خویش خو نمیگی مکه بر قوم خویش خوب گفتم تو را با ما نمیدم یار چی میگی خدا بودم رایت قرآن پشت و پناهت زیارت سخی جان دیگه یاد نبرم مال شما خو مسافریم برادرم چهار بیتی میخوانیم افتخار یاد اعضایی که در کنار ما نیستن و بایم که از ما جدا آی دلم بلندن و مسکو نمیشه وقت پاریس و سوئیس جو نمیشه آخ جان محبوبی آی تمام ملکای دنیا رو بگردیم آخ نما شمایی این رو جو نمیشه ای جان محبوبی آی که هرچی میگویم غم کم نمیشه آی دلی پر غم من بیغم نمیشه خلاص شد من خود مگیره گیرم اما باز میگه هوا که شرشر میکنه. یارو بمونده جان به پشت کردم یارو بمونده وای دیرایی رفتن و نیرایی موندن جان فلک در کاری من حیران بمونده جان میدانم لیلی جان تو بی وفایی میدانم لیلی جان
علاقه داریم انجام بدیم به دریا میایم بیاییم دست بریم میخونیم بخونیم میشه گربه هم تو رو خیلی دوست داره. گربه هم لنگی داره خدایی به چی شیطان هنه میگه گناه شیریم رو رفته. بشینید چی گفتی تایید جایه؟ اینجا تایید یا دیگه جا بشین؟ کنیم یه خوب سکو آه. غذا خورده شد که برو در آن ایمان و فوق تنید غراد الصقع جاي مشي كمان لو وصلوا لقيوا خلاص البلد بخير استقال نظافات تم الاليمان خب دیگه چی پلان داری برو؟ خب الان شکم طرفی جان سیر شد یک خوندن فرمایشی به می آب و هوا. ترانه‌های خوشی عاشقانه خواهم خواند کتر بالایش خیلی صدا میکنه ما نمیخونیم که باز مستقیم نشیم واو چی اگاوی شدید از پده داره برای خود شما ما شکمان دوست اما خوندنه که میگه از بالا باران آمد دور بخون باران آمد یاریم و داران آمد یک دوست طلب کرد و وای وای از دور می نمایی خنده کرده میایی از دور می نمایی خنده کرده میایی نقشه کشم به دیوار وای وای مسیح جان از کجایی لیلی 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 جان 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 آمدی وای وای خب اینجا جایی کی خیلی که اگر تو رو ببینم یا در قدم اول مادر رو خانواده برای تمام اعضا باید قدم چید اول باشه من میگه برو جان مادر جان اعضای خود خانواده
بزرگی هستم خاله دختر خاله بچه خاله همه ایدایی که هستم جامعه خالی دوستا برادرها جامعه نازکنا خالی امیدم به از این روزه که همه انسانهای عالم به یک ساعت مالی به یک ساعت بزرگواری برسیم که بتونم بیروش هم یک سال 5-6 باره که برای بر خود میدن زحمت خود میکشیم بازم بودن بیروشه حالا نگم تفریح کنه کم این عوض جای کی خیلی گفتی؟ جا همه دوستا جا همه نازنینا هر کسی که این ویدیو میبینه جا همه سردارای دل خالی زمان خود سر شده دل خود سردار شده اگه دل تر شده باید بسرده باید بسرده دست بر شده برای تو خدایش نه خود متفق آفرین دیگه از اینجا خطا خوردیم برادرها خود شما میریم به یک قسمت یک آپشن دیگه خود شما میریم بخیر یک لوکیشن دیگه میریم تو اونجا 20 دقیقه زده 20 دقیقه تو لوکیشن بعدی مانه دیگه خدا کنه جا منظره داره باشه دیگه بخیر خوشی ما امشب البته ساعت 4 بجه از این لوکیشن از این جزیره میریم بخیر میریم پس دوباره آتن باز بخیر خوشی اگر فرصتی بود از آتن هم برای شما اونجا دیدنی هایی که بود اونجا که به شما ویدیو میگیریم باز انشالله با شما شریک میکنیم دیگه انا خونه نگاه کنید یک تک سفید خدا همیت مقبول است که یا خدا پول بده که آدم بیای همیت جا آدم خونه که بگیره همیت سال 5-6 بار آدم بیای خود فامیل معیشت کنه اشتر جلالا اگه آدم ریتار شی بیای دقیقا اکثرا مردم های طرف که هستن پول ها خود دارن دیگه اونا گیلی نیه چه کنیم بخیر تنگ مانو شما بچه برادر برین خود شما همین لوکیشن ها رو و این معیشت ها رو وطن خود خوب کنیم همین تا بریم سمت رجان بریم هم سمت قلعه شربت سمت نمیفهم همون جای لوکس که هست خود شما اونجا بگیریم یک تکه آبادی کنیم هر که هم تری خود دوست داریم تو خونه های معیشتی تیار کنه دیگه بخیر خوشی بریم اونجا خوب وطن زیبای خود آباد کنیم اون لالا چی گفتین معیشت ها رو اونجا بخیر بکنیم میگه این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست این خاک وطن نیست آنی هم از یک منظره دیگه بعد احتیاط هم بکنه جبران ما رانندگی هم میکنم دیگه باز خود شما میگیره ما خب عاشقانه به شما هر چی میگن لوکیشن میایم ما به شما میگیریم که شما از منظره اینجا شما می خاطری برای شما هم بشه برای ما هم بشه هم راننده ما مسجد جان گل رانندگی هم میکنن دیگه ما هم اینجا به خدمت شما ویدیو رو میگیریم دیگه خدا کنه تا اونجا میریم هفته و نپره انشالله که نمیپره ما کم دیگه لالا ما دیگه دفعه اول مانه دیگه و همیشه ما با گوشی ها میگرفتیم باز جبران مامای دستگاه رو آوردن که باز خود از آدم بیشتر میتونه بگیره نمیگه رفیجان کامرمندی کنه گپ نمیزنه نه دیگه گپ شما بزنید دیگه ما خیلی گپ زدیم لالا مسیدان ما میگیری شما کمک اختلاط کنید چی گفتی؟ کی ما اختلاط کنم کمک بگیم خب یک سفر یونانی بود از این بعد ما میخواییم که به FH بلاگ از این بعد ویدیو بگیریم بندازیم هم یادگاری باشه به خود ما هم یادگاری باشه برای نسل‌های بعدی ما دقیقا دیگه ما برادران یوتیوب چی میگم دفعه اول مانه دیگه از ما از باز رفیجان ما برای FH بلاگ بخیر
انشالله ویدیو میگیریم، انشالله در خدمت از برادر عزیز خو میگذاریم، نازنین خوب. و رفیجان ما بره به چیز به هندوستان که 2000 چند بود آریان جان گفت که من پول میدم. جان اموی آریان جان 2000 چی میگن 2000 یورو میدادم. ما دیگه همه به خیر خوشی برات سبا به خیر میمیتر الله 2000 میرم این بیسی که سکن ویزا میدم. به خیر 2000 برو رمضان کو برو اگه 2000 ندادی فرانسه میام برو رد یک تکیت کاره. دیگه از خدمت شما عرض کنین دیگه باز از چیز برو خطا نخوری برو دیگه ما دو حرفی بو دیگه با 2000 اول کنیم گفتیم کنیم هم هستیم ما پایه هر چیزی داریم به 2000 هم چی گفتیم مسعود جان؟ چی من نفهمیدم. همین برادر ماریان جان گفتم و یک دفعه گفتم کنیم 1000 میدیم یک دفعه دیگه گفتن 2000. آن برو ما جیم جواب بخیر فرانسه هم ما میایم 2000 ببینیم چی رقم نقد میشه. ما سر کار کنیم. جواری یک محترم با خدا. جواری یک محترم دیگه همیت مردم هم میایم. میام سرکا یا تین که وسط خونه اینو سفید سفیده. با خدا. جی پی اس بگم شده. آره خدا یعنی بیام مدرسه کنی جان دیگه همیت خدمت شما عرض کنین دیگه. یگام با گفته لالا مسعود به هر طرف تو طرف موتور پارک میکنم. البته اینجا خوب جزیره با دقل آدم میتونه پیدا کنه یک جامعه. باز ما داخل وطن که بودیم خودش جای موتر نیه ولی دیگه با اینجا خوشبختانه بعد یک دو دقیقه بر آدم میگرده و پیدا میشه. دیگه برادرای عزیز دیگه خدمت شما دیگه چی بگیم. یک آهنگ مسعود جان شما نخوندیم این برادرها صدا شما هم بشنوم. بخونیم برادر یک آهنگ میخونیم دیگه. ما یادم این جایی که دیروز بیامونیم رستوران بود بسته بودن. جناب ما دیروز آماده بودیم اینجا متاسفانه بسته بود. خب باز آمادیم شاید باز باشه. خب اینجا دیگه برادر همیشه که قسمت جا کشتی که هسته اینجا ماهیگیری اینا زیاد داریم. شب بخیر برنامه داریم که بریم از خدمت شما عرض کنم از اون میوه از اینا بخوریم غذا دریایی بخوریم. بسته دیگه از گوشت و گوسپند و کباب و برگر و اینا بسته که کمک بریم کمک خودشون بخیر میوه و اینا بزنیم بر بدن کاسته به همه چیزا ضرورت داره باید آدم استفاده کنه از همه چیزا. ما هم دیگه با کو بالا شده میریم نه جانم ملندی جبرار ما هم دیگه مت لغت کده میرم هندوستان هم که این رقم آب آواد امی کوچه های داشته جانم که ببینید جا خوردی جا سرکا تو خیلی پاکه اینجا خیلی تمیزه ولی تمیز پاک مقبول بله. البته ما همین چیزی که من تجربه گرفتم هر پایتخت هر کشور که میرم اکثرا همین کمک به امریزی و خرابکاری ها خورداره. باز آدم که از شهر بیرون میشه از پایتخت شهر بزرگ که بیرون میشه میره مثلا به قسمت ها جزیره یا قسمت های که سمت دیا بگیم مثلا او تجا 100% هم با هوای فرق میکنه و هم نظم بیترتر به نظر من. هم نمیگه به اصطلاح ما افغانا دی گفته میشه دیگه. باز به حساب اروپایی جزیره میگن. دیزاین. البته رنگ سفید چینی خو همه جا استفاده میکنم. ما بیشتر این طرف خودم شخصا زیاد یونان بیشتر دیدم به همه چیز از اینا. عجب خانه‌ای داره. ما بخدا. شهر یونان. شهر یونان ها بخدا. گفتم پارکینگ عزیز دیگه نشون پارکینگ لوکس داره مانه. چه دوباره چوبه. واو لوک ات هیر. جا هانی هم که شیشه رنگ تفاک کنم. ماله کما که برادر شیشه ما کثیف است بارش اینا زیاد برید چند روز برف و بارش و اینا. کما که چیز شده. آن از این منظرم جیگر رو ببینیم شما دیگه. یعنی خدمت شما. گفتم دل بیقرار دارم چی کنم یک یار در این دیار دارم چی کنم تو ناله نکو که کار آسان نبود. همین تا گوی وقتا بخوانیم برادرم معیشت کنیم به خدا. شیرار که کامل یاد داشته باشینی بیخی پروفشنال خواننده. خب برار ما که چی میگم وقت بریم این بیور هم نمیگیریم. جادر بگی جادر شده مقبوله.
جانم اینم بیورم میگیریم جادرم میگیریم خدمت محترم شما یه هم جادای جان عجب خونه به داره خدا میتو خونه معیشتی هست چی بگیم من هم دوباره جاده سرپل مالان دختری دیدم قشنگ و زیبا او را پسندیدم قدش بلند بود راست میگی ابروش کمان بود راست میگی چی کنو وفا نداره نظری به ما نداره نمیآیه حالا دختر تو را مایم چی میگی چری بهم قوم خیش خو نمیگی مکمم دل قوم خودم بگفتم تو را به من نمیدم باز چی میگی آنه جلال سرپل مالان کت غمی دیدم قشنگ و زیبا دیگه بخندیم برادر خنده نمک زندگی خنده برادر به خدا بخندیم شیدی کنیم زندگی یار میگم یکی میگه نمک میگه یکی میگه شکر میگه ما عدد تو لازمه 2 کیلومتر دیگه 1 کیلومتر دیگه 1 کیلومتر دیگه بمونده بله آنی همینجا گفت نقشه ما زده دیگه همینجا گفت میبینیم میریم جان دار سرت میگردم چی بوده مخونده جان دور به قربان سرت میگردم اگه بخوایی دلبر جان نوکر درت میگردم اگه بخوایی دلبر جان نوکر درت میگردم وای قربان سرت میگردم ما برادر از هر خواننده همیت تک تو که بلدیم دیگه گفتیم اینه خواننده هم دیگه همیت عشق گفتی ایرانی ها میخوانم ایرانی هم بلدیم بعد شما بخون تو بارون که رفتیم شبم زیر رو شد یه بغض شکسته رفیق گلوم شد تو بارون که رفتیم دل باغچه پژمرد تمام وجودم توی آینه خط خورد هنوز وقتی بارون تو کوچه میباره دلم غصه داره دلم بیقراره نه شب عاشقانه است نه رویا قشنگه دلم بی تو هوته دلم بی تو تنگه بخیر برسیدیم جگرانه این مثل لبه بیچه دیگه اینجا که سویل دیگه میگو آدم قدم زدن آمده دست نشانه میگو خود شما ما استاده شده زده بریم که طرف آرام بریم نشون دی جان چه یک جای زیبایی به خدا یک جای معیشتی تاییده دیگه میتونه لالا اینجا دیگه 10-20 روز بعد بخیر میت پر از آدم میشه اینجا آدم بیای بشینه قرار چیز کنی خور بندازی آفتاب بگیری یک جای زیبایی دیگه لاب ساحل آمدیم دیگه خدای خوش گذشت نگه جلالا چند روز کمک استفترک بود خو خیره دیگه ولی اگه افتاب در سرده که بجی نمیشه آب یعنی گرم نشده دیگه میتونم میبینیم آب همیت پاک است که شوره اما خوب پاک تمیزه دیگه این آب از چیز می از کو میاد موقع که برف میاد چیز میشه دیگه با اینا به دریا میاد اکثرا پاک اکثرا میبینیم
به محیط زیست و اینا رعایت میکنه، ولی بعضی هستن که مثلا شاید پلاستیکا از دریا آمده باشه، اما اکثرا باز مردم ها به نظافت اینو بیشتر رعایت میکنن، خصوصا پلاستیک اینا میندازن سمت آشغال اینا. دیگه ما شما باید فرنگ خورامی حفظ کنیم، به هر جا که تفریح میریم آشغال چیزی بی بر نندازیم. وقتی که این گفته خیلی جا میگم ما شما یک جان اصلی داریم، باید از این درست حفاظت کنیم برای نسل بعدی ما که به خیر میاین که بتونم از اینا از این محیطا درست استفاده کنم. دیگه هم گفتم بدش ما یک خواهشی بود البته. اگر بابا ببینه رازیش میکنم هی هی به چای راته بابام درد میکنه با خدا. جا بگی خدیه منظره رازیش میکنم آرا با خدا پاهم درد نکنه، خدا عشق شما. دوستای عزیز بخیر خوشی و سلامتی سمت وطن بخیر رفتنی هستیم. ساعت هم ساعت 3 بجه شب دیگه، به اصطلاح بگیم ساعت 3 بجه صبح به وقت اروپا. دیگه داخل یک کشتی خیلی کلان هستیم که داخل از این موتورهای خورد هم موتورهای کلان هست که از جزیره که ما آمدین ما رو میبره پس به وطن میبره دیگه. جا میگه واقعا خالی دیگه، چی بگیم، معیشت هست، سطیری هست. ما اومدیم این منظره، البته شو یک در طریق دریا رو درست نمیتونیم خود شما ببینیم. خب بازم گفتیم باشه از این شو کاسته به شما ویدیو رو به شما پخش کنیم که منظری شو رو هم ببینیم دیگه. کماکم پرخو هستیم به زیاد ما شاید این کماک لباسا منظم نباشه. خب به هر حال گفتیم این شو رو خدمت شما بگیم که شو در چی حال احواله دیگه. داخل نمیتونیم ویدیو بگیریم به خاطر از اینکه آدما خوبن، اجازه از این نداریم، فقط میتونیم از این بخش ویدیو بگیریم دیگه. نازنینا بیایم بازم گفتم تا میتونیم معیشت کنیم، سطیری کنیم. از این طرف ساعت فکر 4 ساعت راه داریم دیگه. ساعت 5 صبح بخیر، 5 صبح بخیر میرسیم به ترمینال بزرگ میرسیم. اون طرف هم بخیر هتل گرفتیم، میریم بخیر دوباره به هتل میریم که شو اذیت نشیم، یک چند ساعت استراحت کنیم. باز بخیر ساعت 7 8 صبح به امید خدا با میزنیم بیرون میزنیم میریم یکم داخل وطن. اگه به زیاد و خوب بود اونجا به شما ویدیو میگیریم. با ما رفیقان یا خوندن سرزمین من. اوکی اورم میخوانم. سرزمین من خسته خسته جفای سرزمین من، بی سرود و بی صدای سرزمین من، دردمند بی دوای سرزمین من. ما و ستاره من راه دوباره من، بی تو نمک ندارد شعر و ترانه من. گنج تو را ربودن از بر اشرف خود، قلب تو را شکسته هر که به نوبت خود. ای مادر من خسته خسته جفای سرزمین من،
بی سرود و بی صدای سرزمین من، دردمند بی دوای سرزمین من. این کشتی ها که هستن محترم، این کشتی ها برای کشتی ها نجات ہے. اگر خدای نکرده حادثه پیش بیایه به هر قسمت 4 تا از این کشتی ها قرار داره که آدم اگر حادثه پیش بیایه با میتونیم از این کشتی ها استفاده کنیم برای موقع اضطراریه. این بخش اضطراریه، بخش آتش نشان و یا دیگه مسائل ها دیگه. خدا کنه که مشکل بریج انسان پیش نه، ما هم به صحیح و سلامتی برسیم، به خیر باطن برسیم. به خدا سرعت خود زیاد است، خود نمیتونیم دقیقاً بگیم. خود من میتونم که احساس میکنم سرعت خیلی زیاده داره. شاید دوستا از موجود دریام ببینن موجود زیاده داره دیگه. شادی کنیم برادرها. ما مقعد آرزوم اینه که برادرها شاد باشن. من گفتم نه زیادی به این چیزا نیم، من از دل میگم، از دل و جان. اگه آهنگ میخوانیم، اگه گپ میزنیم، قصد توین جسارت به هیچ انسان نداریم. همه برادرها عزیزا رو دوست داریم. سفر بعدی بخیر اگه عمر باقی بود به امید حق بخیر اسپانیا برنامه داریم. خود مسیح جان اگه دیگه دوستان تشریف آوردن قدمای ناروچیش خود شما میگیم میگه تفریح میکنیم، میگه هر چی به دک باشه به کفگیر بالا میایه. هر چی داشتیم در خدمت شما میگذاریم. آهنگ از ما خواستیم میخوانیم، سطری خود شما کده میکنیم، دریای رفته میریم، فقط خود شما انجوی میکنیم برادرها. ما آرزوم اینه که تا میتونیم فرصت هست با شاد باشیم، دنبال از این مسائل قوم پرستی نرین، بیایم هم دیگر رو بپذیریم برادروار، در کنار هم دیگر ذره گوش بگیریم. ما شما تشنه محبت با خدا پیشتر هم گفتم جوانا خواهش میکنم از دود و دنگ و از این مسائل دور شیم، احترام بگذاریم فامیلا خو، احترام بگذاریم عزیزا خو، دنبال یک ترقی و پیشرفت بریم. در اون حد که میتونیم، اگر میخوایم درس خوان بشیم بریم بخوانیم، اگر میخوایم کارگر بشیم مثلا یک مکانیک بشیم، یک کار تکنیک بشیم، او هم انجام بدیم، هم پذیری کنیم، از این مسائل اضافه بگردیم. دنبال نسل‌های اشتباه خونرین، خیلی اشتباه کردن، ما شما نکنین. دنیا خیلی کوتاه‌تر از این چیز، زندگی کوتاه‌تر از این مسائلی که ما شما دنبالش هستیم. شاد باشیم عزیزای دل. دیگه ما اومدیم، ما بچه میلیاردر نیم، ما هم کار میکنیم مثل شما عزیزا کار میکنیم، تلاش میکنیم، به دنبال از هستیم که ضرر ما به هیچ انسان نرسه. بی تو آرامش نداره در سکوت نیمه شبا قلب خسته من، ناله داره شکوه داره از فراغت روز و شبها قلب خسته من. بی تو در این ظلمت شب شمع سوخته هش ریخته، بی تو گشته زرد پاییز غم گرفته، دل شده نالان و بریان مرغک دل گشته بریان، غم نمیگرده جدا از این دل نالان، غم نمیگرده جدا از این دل ناچار. گفته ها ناگفته مانده، ترانه ناخفته مانده، کس نمیداند هوایی بینوایی آی خسته، غم دل را با کی گویم عشق و یاری است که جویم، غم نمیگرده جدا از این دل نالان، غم نمیگرده جدا از این دل ناچار. تقدیم به همه عاشقا، تقدیم به همه برادرها. مسافر هستین خوب، به هر حال آرزو میکنیم به همه عزیزای خوب شاد باشیم. نازنینا آرزوی بهترینا برای همگی شما داریم. خداوند یار یاور شما، هر جا هستین آب شما سرد، نون شما گرم. ما برادر، ما یک نقطه از این دنیا هستیم، هر چی گفتیم و نگفتیم کم بود زیاد بود، ما را عفو کنیم، گفتنیا بود قلب و دل. شاد و موفق باشیم. بله دوستای عزیز میخوایم افش بلاک فالو کنن، پیام بگذارن که عزیز دل ما با آرزویی که دارن برسن، هم دیگر سپورت کنیم مثل دیگه کسایی که در دنیا هستن، یوتیوبرایی که هستن یا هر کار و فعالیتی که دارن سپورت کنیم، ایراد نگیریم هم دیگه که نفر ما چون ویدیوش کجه کیفیتش کمه نمیفهمم چیه احترام بگذاریم. اون بنده خدا زحمت گذاشته، تایم گذاشته.
انشالله در حد توان خوب ما به خدمت تمام اعضا هستین. همین جایی که میکنیم همه کار نیک فری است، یعنی از عشق است، کار خاصی نشده که مثلا ما بخوایم کار کنیم، فقط عاشقانه به خاطر برادر ماست، عزیز ماست، دوست داریم که اونم به موفقیت برسن. فالو کنین، سابسکرایب کنین، حمایت کنین هموطنای خود. هر انسانی که عشق میکنیم فکر میکنیم کارش درست است، حمایت کنین. موفق باشیم ایزا. دوستای عزیز جا شما خیلی دیگه روز آخر مونه مثل جانه آمدین دیگه صبحانه را بخیر میخوریم دیگه بخیر یک ساعت بعد انشالله سمت میدان بخیر میریم. کم پرخوین دیگه آمدیم دیگه صبحانه فوق العاده دیگه همه چی گرفتیم دیگه وقتی از که 2 ساعت داخل تیاره به خاطر از این گفتیم یک در غذا بیشتر بخوریم که باز ماشین نمانیم دیگه. جامعه خالی باز انشالله بخیر ویدیو بعدی در خدمت شما هستیم. امروز روز آخره دیگه ویدیو شاید نباشه از ما و شما و اونجا که است یک جای بسیار مشهور وطن است که ما و تو رفی اینجا نرفتیم. اونجا نشد بریم دیگه، فرصت نشد. از این جگه ما میگیریم که باش که من بیرو برم فکر نکنم بریم دیگه. جا همگی خالی، صبحانه ما اومده دیگه. انشالله که شما صبحانه هرجا هستید آب شما سرد، نون شما گرم و همیشه صحیح و سلامت باشیم. ما که اکلا کم پرخوین دیگه گیچی تازه بیدار شدیم. تازه بیدار شدیم که به خیر خوشی حرکت رو به طرف سویدن و آمریکا. این هم از شهر گوتنبورگ سفر ما به پایان رسید. موفق و کامگار باشیم به امید سفرهای بعدی. انشالله رفیق جان عزیز کدام خدا یار یاور همگی باشه، روزی موفقیت و سربلندی برای همه ایزا داره. کامگار باشیم. خوش آمدیم به HF بلاگ. FH خوش آمدیم به FH بلاگ. یا مرسالی جان بگو دیگه خوش آمدید. خوش آمدیم به FH بلاگ. ما هستم این آمد کو گفتم خنده نکنید. سلام به آقا فرزاد جان عزیز بنامت کن. خوش آمدیم به HF بلاگ. ما هستم مسعود یاسالی جان. خوش آمدیم به HF بلاگ. ما میریم رو به طرف کانادا. FH بلاگ HF نه FH HF آنو زکنه FH نوشته HF نیه همو FH گفتم. HF گفته. بار دوباره. خوش آمدیم به HF بلاگ. خوش آمدیم به HF بلاگ. ما از مسعود یاسالی جان برار خوردم. ما عادت ما بخیر سفر داریم رو به طرف ما میرم گریسی میره کانادا و خوش آمدیم به ایران پاکو. انا خود شما خوش آمدیم به HF بلاگ. ای از برار مقبول ما عادت ما بخیر سفر داریم. ای میره کانادا ما میرم گریس که خیلی دیگه آوردیم به خونه. به خونه هیچ کس نیام برفتم به سفر سو نوبت ما نزینه بخیر قشی ما و برار کلون خود هم سفر داریم. برار کلون برار خورده کانادا و گریس. بعد اگه میرم برای کلون مکاسته میرم خیلی خوشی معیشت کنم با گریس. بعد اگه ویدیوهای خوب برای شما میگیرم باز انشالله با خیر خوشی منتظر باشیم برای شما پست میکنم.
ما خود چیز کانادا میرم از می استند چیزا ندارم برار مال شروع کرده انشالله باز ویدیو لوکس برای شما میگیرم باز ری میکنم شما ببینیم خیلی مقبول خیلی لوکس جور میکنم اینو علی جان هم میرم به طرف یا برار مقبول ما بخیر قشی ما و برار کلون گریس آره که میرم برار کلون